یه سلام ویژه به کالاف پلیرهای خوشقلب سرزمینم ایران. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل پژی جینیوس یا کدم جینیوس. امروز در خدمت شما این با سری ویدیوهای آموزش پرکای مولتی. پرکای قرمز و سبز رو گذاشتیم. باید پرکای آبی رو زودتر میذاشتم ولی خب سیزن آپدیت شده و کلی اتفاقات افتاده توی مولتی. اتچمنت رو تغییر کرده، برای هر دسته اتچمنت خاص خودش رو میتونیم بذاریم، اونا رو هم به وقتش آموزش میدیم. امروز میخوایم پرکای آبی رو آموزش بدیم. خوشحال میشم لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید، سابسکرایب هم یادتون نره. بریم برای ویدیو. اول مقدمه از پرکای آبی بگم. پرکای آبی بیشتر به درد همتیمیای ما میخوره، یعنی لزوما برای ما کار خاصی نمیکنه، فقط و فقط برای همتیمیامون تأثیر داره. بریم سراغ پرک اول، پرک یونیت ساپورت یا واحد پشتیبانی. اپراتور اسکیلای همتیمیاتون رو 55% بیشتر میکنه. اپراتور اسکیل چی هست؟ UAV، درون و خیلی دیگه هستن که نمیشه اسم برد. میتونیم از اینجا برای خودمون ببینیمشون: شاکارسی، سنتریگان، کلاستر استرایک، گانشیپ و خیلی دیگه هم هستن که میتونیم ازشون استفاده کنیم. وقتی برای همتیمیاتون 55% افزایش پیدا میکنه، برای شما 50% کاهش پیدا میکنه. یعنی برای همتیمیاتون مفیده و برای شما مضر، و کسی که باید خیلی از خود گذشته باشه این پرک رو برداره. و 10% از ساکرتریک های همتیمیاتون هم بیشتر میشه و زودتر پر میشه براش، همون شاده و اینا دیگه که خیلیتون میدونید این بحث رو. پرک دوم پرک پایداری یا پرسینتنس است. پیشرفت ساکر تریک پس از مرگ بازنشانی نمی شود، اما هزینه هر ساکر تریک 80% افزایش می یابد. فقط یک بار در هر مسابقه قابل استفاده از ساکر تریک به 3 رتبه تقسیم می شود و از هر رتبه به طور همزمان می توانید یکی را تجهیز کنید. یعنی چی آقا؟ اینو بیایم ما به زبون ساده برای شما توضیح بدیم. این شکلیه که ما وقتی توی تیم دزمچ یا توی فرونت لاین میمیریم، ساکر تریکا تا یه حدودی بازنشانی میشن، ولی برای وقتی این پرک رو داشته باشیم دیگه این اتفاق برامون نمیفته و خیلی زودتر میتونیم از ساکر تریک استفاده کنیم و به 3 رتبه هم تقسیم میشن و به طور همزمان میتونیم ازشون استفاده کنیم. ولی توی هر مسابقه ما یه بار میتونیم ازش استفاده کنیم و این شکلی نیست که بتونیم 2-3 بار ازش استفاده بکنیم. پرک هاردلاین یا سرسخت امتیازهای حاصل از کشتن دشمنان رو 25% افزایش میده. هم دیگه خیلی راحت تر اصلا نمیشه گفتش. یکی رو کیل میکنی 25% بهتون امتیازهای بیشتری میده. دما اکسپرت متخصص نسخه آزمایش، آسیب مواد منفجره رو 40% افزایش میده. یعنی شما یه نید میندازید 100 تا دمیج به دشمن میده، این دفعه 40% بیشتر، یعنی 140% به انمی بیشتر دمیج وارد میشه و غیر ممکنه وقتی اینو یه نید میندازید و این پرک رو داشته باشید انمی کیل نشه. تاکتیکال ماسک چی هست؟ ماسک تاکتیکی. وقتی شما به سمتتون یه دونه فلش بنگ یا EMP انداخته میشه، مدت زمان کمتری صفحتون سفید میشه و از کیل شدن شما جلوگیری میشه. پرک آلرت یا پرک هشدار موقعیت کلی دشمنان رو روی نقشه کوچک هنگام نزدیک شدن نشان میده. انجینیر یا پرک مهندس تجهیزات رد پای دشمن رو آشکار میکنه، یعنی مینا رو خیلی بهتر میتونید ببینید، اصلا از دور تشخیص داده میشه، از پشت دیوارم میتونید ببینید، یا یه وقتی نمیدونم ترپ گذاشتن، اینا رو میتونیم راحت تر ببینیم. و بسته های مراقبتی خود دشمن رو دوباره میتونید پرتاب کنید. دیدید وقتی یه دراپ میندازن دشمن یک بار ازش استفاده میکنه، حالا تو UAV، درون، سنتریگان، هر چی هست، ما دوباره میتونیم اون رو استفاده کنیم، بقیه نمیتونن. فقط این دسترسی رو به ما میده این پرک که ما ازش دوباره استفاده کنیم. پرک دد سایلنس که اصلا لازم نیست توضیح بدم، اصلا صدای پای شما رو نمیاد، خیلی کاهش میده تا اصلا به انمی نزدیک صدا پای شما نمیاد.
پرک محبوب شارپنل. این پرک چیکار میکنه؟ دوبل میکنه، نیده شما رو دوبل میکنه. نمیدونم، حالا بریم کامل. این نیده شما رو دوبل میکنه، تریپمین رو دوبل میکنه، کلوستر رو دوبل میکنه، ترمیت رو دوبل میکنه و خیلی اصلا پرک کاربردی و عجیب غریبیه. این پرک دوم آلرت هست، پرک های آلرت، یعنی هشدار زیاد، هشدار خیلی خیلی بیشتری به ما میده. وقتی دشمنان خارج از دید شما میتونید اونا رو ببینید و دید شما فعال میشه. یعنی وقتی یک دونه انمی شما رو میبینه، شما یه دونه هشدار داده میشه که انمی نزدیک شماست و خیلی دیدتون بیشتر فعال میشه. پرک فایر پاور ساپورت. دو مهمات ذخیره به همه پرتابگرها اضافه میکنه. پرتابگرها چی هستن؟ دسته لانچر FG SMR استامپر یا D13 یا همون تیغ خودمون. توی حالت عادی شما یه دونه تیر دارید، ولی وقتی این پرک رو داشته باشید تیرهای شما دوبل میشه و به 2 تا افزایش پیدا میکنه. پرک سورویال ترینینگ یا پرک آموزش بقا. مقاوم در برابر اثرات منفی یک آیتم تاکتیکی دشمن 20 ثانیه زمان آماده سازی. یعنی چی این اصلا؟ یعنی اصلا وقتی یه دونه فلش بنگ به سمت شما پرتاب میشه اصلا شما رو نمیگیره، اصلا صفحتون سفید نمیشه. پرک اساسین یا آدم کش. پس از 90 ثانیه در یک مسابقه دشمنان خطرناک روی مپ مشخص می شوند و برای حذف آنها امتیاز اضافی دریافت می شود. این دشمنان کسانی هستند که 3 ساکر تریک فعال کردند یا نسبت کیلدان اونا یا کشته شدن و کشتن اونا بیشتر از 4، یعنی اختلافشون بیشتر از 4 تاست. یعنی چی؟ بیایم به زبان ساده تر به شما توضیح بدیم. دیدید بعضی وقتا روی یه دونه انمی که میبینید یه دونه فلش هست، این همونان که 3 بار ساکر تریک فعال کردن و میتونن خطرناک باشن یا پرو پلیر هستن به یه عبارتی. پرک آخرم که اصلا جدید وارد شده، انجینیر و های آلرت. ترکیب مهندسی و ترکیب هشدار زیاده که خودتون میتونید ترجمهش رو ببینید. تجهیزات رد پای دشمن رو آشکار میکنه. وقتی دشمن خارج از دید شما یعنی شما میدونید شما میتونید با یه دونه پرک 2 تا پرک داشته باشید و وقتش هم کمه، اینجوری نیست که تا آخر سیزن باشه و سعی کنید ازش استفاده کنید. خیلی پرک خوب و جالبیه. اینم از آموزش پرکای آبی. ممنون که تا آخر نگاه کردید. میخوایم یه ویدیو جدید از این کارتا که یه 2 سیزنیه به بازی اضافه شدن آموزش اونم بذاریم و بعد از اون میریم سراغ اتچمنت ها و کلی آموزش خفن دیگه، نیتا، ساکر تریکا و همه رو آموزش میدیم به شما. این پست رو شیر کنید، لایک رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. لوتتون گرم.